خیلی‌ها فکر میکنن که علم رادیولوژی همین عکس ساده دست یا پا موقع شکستگیه، در صورتی که یک دنیای فوق‌العاده وسیع‌تر، گسترده‌تر، جالب‌تر و چالش برانگیزتره. سلام. امروز میخوام در مورد یه سری باورهای اشتباه که خیلیاتون هم همین الانش دارین به طور خیلی جامع و البته خلاصه صحبت بکنم. بریم با هم دیگه 10 تا باور اشتباه در مورد رادیولوژی رو که هر کسی میتونه تو این دوره داشته باشه رو راجبش صحبت کنیم. بیشتر مردم وقتی که میشنون که رادیولوژی چیه ذهنشون میره سمت همون کلیشه های قدیمی سیاه‌سفیدی که میدادی بهشون و پیش حالا شکسته بند یا هر کسی میبردن، در صورتی که امروزه توی بیشتر نقاط و بیشتر بیمارستان ها همون کلیشه سیاه‌سفید قدیمی جمع شده. پس این یعنی یه چیز فراتر از اون کلیشه وجود داشته. در واقع رادیولوژی همون چشم پزشک بدنه. شما تو انواع مدالیته های مختلفش، تو انواع دوزهای مختلف، انواع امواجهای مختلف و پروتکل های مختلف دارین بدن رو نگاه میکنین بدون اینکه حتی بخواید اون رو بازش کنید. و این یه دنیای فوق‌العاده وسیع و جدا از همون ظاهر قدری یا اون کلیشه ساده سیاسی. دوم اینه که میگن رادیو تکنولوژیست یا همون کارشناس رادیولوژی میشینه و فقط یه دکمه میزنه. این از اون جمله حرفاییه که هم خود من و هم خیلی دیگه از همکارا و دوستان دیگه بهش عادت کردیم دیگه. چرا؟ چون همشون فکر میکنن تو وقتی که پشت اون سیستم و مانیتور نشستی اون دکمه جادویی رو میزنی، در صورتی که این فقط ظاهر و کاور کاره. این چیزی که شما دارید میبینید. در اصل ما چیزی که پاس کردیم تا به همون صندلی و به اون دکمه جادویی برسیم سالها فیزیک خوندنه. یکی از چیزهای مهمی که یک رادیو تکنولوژیست و حتی رادیولوژیست میخونه درس فیزیکه. فیزیک تشخیصی، فیزیک تشعشع، فیزیک رادیولوژی و فیزیک دستگاه های مختلف سی اسکن، MRI، سونوگرافی، آنژیوگرافی، تمام این فیزیک ها رو ما خوندیم. و در کنار اون برای یک کارشناس حرفه‌ای که میخواد علم خودش رو بروز بکنه و چه بسا وقتی که داره توی سانتر تروما یا تو اورژانس کار میکنه باید یک دانش اولیه‌ای رو داشته باشه، اینه که جدا از تمام این فیزیک ها به علم آناتومی و فیزیولوژی و پاتولوژی یعنی تشخیص اون بیماریه هم تسلط داشته باشه. چون وقتی که داره یک مورد مشکوکی رو اون تصویری که تهیه کرده نگاه میکنه باید به محض این که متوجه اون مورد تا جون اون مریض حفظ بشه و توی اولویت رسیدگی قرار بگیره. پس ظاهر کار این نیستش که اون داره فقط یه دکمه میزنه، کلی علم پشت همون دکمه زدن خوابیده. مورد بعدی اینه که میگین اشعه رادیولوژی خطرناکه و باعث ترس و اضطراب خیلیا میشه. قبل از این که من راجع به این توضیح بدم یک ویدیو در مورد همین تاثیر اشعه برای بیماری سرطان درست کردم که اونو حتما ببینین و متوجه میشین که این تاثیر و ضررش چه نقشی توی تشخیص بیماری سرطان داره. برگردیم به این موضوع خودمون. تصور خیلی ها اینه که همین اشعه تشخیصی چقدر ضرر زیادی داره، اما باید بدونیم که اشعه X نوعی از تشعشعه و دقیقاً عین داروها دوزهای متفاوتی داره. به عنوان مثال دوز پایینش ما داریم به طور طبیعی از محیط دریافت میکنیم. از زمین شما دارین اشعه میگیرین، از امواج آسمان دارین میگیرین، از حتی میوه ها، از کافئین، قهوه، از موز به خاطر وجود پتاسیم شما دارین اشعه ازش دریافت میکنین. اما دوزهای اینا انقدر پایین و کم هستش که ازش به طور طبیعی خوشبوشی میشه. اما دوز بعدی اون یه لول میره بالاتر. حالا اینا عدد و رقم داره که من برای اینکه ساده تر بشه دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. دوز بعدیش میشه مربوط به همین رادیولوژی تشخیصی که البته اینجا هم یه دونه پرانتز باز کنم تو موردهای بعدی یه نکته در مورد این بعد بگم. رادیولوژی تشخیصی یا اون اشعه‌ای که توی فرودگاه ها داره ازش استفاده میشه
یا توی مراکز صنعتی، اینا همشون توی دوز اشعه‌ای قرار میگیرن که مربوط به تشخیصه، یعنی صرفا به ما یه چیز رو میخواد نشون بده در مدت زمان کوتاه نه بلند مدت، و آسیب و ضرری که داره خیلی خیلی کمتره. و تمام دستگاه مثل سی تی اسکن، ام آر آی، آنژیوگرافی، اینا همه جزء همین رادیولوژی تشخیصی حساب میشن. اما دوز بالاتر اون که مربوط میشه به دوز درمانی مثل رادیوتراپی یا پزشکی هسته‌ای که البته اون با اشعه گاما بیشتر کار میکنه چون داروهای رادیواکتیو رو وارد بدن میکنه. اینها میرن توی دوز درمانی. دوز درمانی دوز بیشتری هستش برای اینکه میخواد به عنوان مثال یک سلول سرطانی که شما قبلا توی رادیولوژی تشخیصی اونو تشخیصش دادین که متوجه شدین این یک توده سرطانی هستش رو میاد با استفاده از اشعه در دوز درمانی اون رو نابود میکنه. پس این مستلزم طول زمان بیشتریه، جلسات بیشتریه و شدت و دوز بیشتری هستش. پس اینجا بحث ایمنی و سلامت خیلی مطرح میشه. اما یک مسئله دیگه که توی علم پزشکی به شدت حائز اهمیت هستش بحث تعادل بین سود و ضرره. هر جایی که سود اون چیزی که در اصل ضرر داره بیشتر باشه به نفعه که اون کار انجام بشه. ولی اگه تمام برآیند اینها رو بسنجه اون پزشک مورد نظر و بفهمه که ضررش بیشتر از سودشه، در اون صورت اون کار نباید انجام بشه که حتما هم وجدان پزشکان عزیز در این مورد در نظر گرفته شده. خیلی ها فکر میکنن که سونوگرافی یه چیز کاملا جدا از رادیولوژیه، در صورتی که این اینطوری نیست. یه سری تفاوت‌های خیلی خاصی دارن. به عنوان مثال توی ایران و یه سری کشورهای دیگه سونوگرافی توسط خود اون پزشک رادیولوژیست انجام میشه، نه کارشناس رادیولوژی، مثل MRI، CT اسکن یا تراکم استخوان یا رادیولوژی که توسط اون کارشناس رادیولوژی داره انجام میشه و پزشک فقط میاد ریپورت و گزارش اونو تهیه میکنه. اما سونوگرافی توسط خود اون پزشک انجام میشه و گزارشش هم توسط خود اون پزشک داده میشه. هر کسی میتونه تصاویر رادیولوژی رو بخونه. این یکی از رایج ترین چیزهایی هستش که من دیدم بین همه، حالا صرفا مریضان نیست، حتی بین خیلی های دیگه و خاطره ازش خیلی زیاد دارم. اینی که عکس رو برمیدارن کلیشه رو نگاه میکنن، من خودم میتونم بفهمم این چی گفته چی نوشته و اینا، یا میبرن پیش دوستان شکسته بند و انتظار دارن که اونا یه چیزی ازش سر در بیارن و باعث شفا بخششون بشن. چیزی که توی عکس مهمه جزئیاته. شما شاید بتونید استخوان دست رو متوجه بشین و تشخیص بدین، شاید بتونین زانو رو بفهمین، مهره ها رو بتونین مشخصا تفاوتش رو قائل بشین و تشخیصش بدین، اما اون چیزها چیزی نیستن که بتونه تشخیص شما رو جهت دهی بکنه. در اصل اون نقاط و جزئیات و چیزهایی که من و شمایی که آدمی هستیم که علمشو نخونده باشیم نمیتونیم اینو متوجه بشیم. یک لکه سفید توی مغزت دیده میشه توی عکست و اونو یه نفر که خودش نمیدونه اون میگه یه نقطه سفیده، یکی دیگه که بیشتر میدونه ممکنه بگه این فقط یک نقطه کلسیفیکاسیونه، یک موردی که حاد نیستش. ولی دکتری که علمشو خونده و میشینه پای اون دستگاه که بخواد اون عکس رو ریپورت کنه، تفاوت اون نقطه کلسیفیه رو با تومور متوجه میشه و میگه این یه توموره و باید سریعا پیگیری. یکی دیگه از اشتباهاتی که خیلی دیده میشه و خب میشه گفت تقریبا رایج و رواله اینه که MRI هم اشعه ایکس داره. MRI هیچ گونه اشعه ایکسی نداره. از چی پس داره استفاده میکنه؟ از یه میدان مغناطیسی قوی که میاد مولکول‌های بدن رو مثل مولکول‌های آب که هیدروژن دارن اونها رو به صورت اسپینی در جهت اون میدانی که داره به بدن اعمال میشه همراستا میکنه و اون جهت که ما میخوایم اونها رو میچرخونه و بعد
اون سیگنال هایی رو به ما میده که این سیگنال ها در نهایت تبدیل به تصویر میشن و اون تصویر رو ما میبینیم. پس هیچ گونه اشعه ضرر و مضری نداره. اما به خاطر اینکه اون میدان مغناطیسی بسیار بسیار قوی هسته، شما هر گونه چیز فلزی که با خودتون ببرین داخل جذب میکنه و این خطرناکه، هم توی تصویر برای ما نویز و به قول اصطلاح ما آرتیفکت یا مشکل به وجود میاره، هم برای خودتون ضرر داره که شما رو میکشونه یک راست به سمت اون میدان قوی. و یه نکته دیگه هم که در موردش بگم، به علت اینکه اشعه نداره، برای خانم‌های باردار بسیار گزینه امن و مناسبیه. یک CT اسکن همیشه از یک عکس ساده ضررش بیشتره. از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. جهت اول این که آره دوز اشعه‌ای که داره توی CT اسکن اعمال میشه واقعا زیادتره، اما جهت دوم توی رادیولوژی خیلی چیزها مشخص نمیشه چون یه تصویر 2 بعدی داره به ما میده، اما CT اسکن داره یه تصویر 3 بعدی میده و شما در یک فضای اضافه تر میتونین یه بیماری رو تشخیص بدین. پس جایی که یک CT اسکن میتونه وارد بشه، مثل یک CT آنژیو که یک چیز خیلی حیاتی و مهمی هستش که شما انجامش میدین و یه تشخیص خیلی خاصی رو از اون میگیرین که میتونه حتی جون یک نفر رو با همون CT اسکن نجات داد. پس این خیلی همون قضیه تعادل سود و ضرره. اینجا خیلی کاربردش بیشتره و سودش بسیار بیشتره تا اینکه شما بخواید فقط به اون عکس ساده رادیولوژی اکتفا بکنید. رادیولوژی فقط مخصوص تشخیصه. یه دقیقه برگرد نکته 3 رو ببین، دوباره پرانتز باز کنم تو موردهای بعدی یه نکته در مورد این بعد بگم. من اونجا گفتم که رادیولوژی فقط مخصوص تشخیص هستش. از اونجایی که خیلی علم وسیع و گسترده‌ای داره رادیولوژی، یه بخش جدایی داریم به اسم رادیولوژی مداخله‌ای، اینترونشنال رادیولوژی. این چی کار میکنه؟ با کمک اون تصویری که گرفته میشه میاد بالون میذاره، میاد کاتیتر میذاره توی رگ، میاد اون آب و عفونت اضافی رو خارج میکنه، یعنی داره کار درمان انجام میده. پس ما توی موارد خاصی هم که تحت عنوان رادیولوژی مداخله‌ای هستش میتونیم هم تشخیص و هم درمان رو کنار هم دیگه داشته باشیم. گفته میشه که ما بیمار رو نمیبینیم یا ارتباط مستقیم با بیمار نداریم. این درسته در صورتی که شما توی یک مرکز غیر تروما کار بکنید، اما وقتی که تو سانتر تروما و اورژانس کار میکنین دیگه این بحث مطرح نیست. از بهیار و کمک بهیار گرفته تا سوپروایزرها و مترونهای بیمارستان، همه با اون بیمار به نحوی در ارتباط مستقیم هستند. دیگه چه برسه به رادیولوژی که باید بیاد و با بیمار چالش داشته باشه و بهش پوزیشن بده یا تصویر ازش تهیه بکنه و همچین چیزی زیاد قبولش ندارم اصلا. دستگاه خودش تشخیص میده. این مورد آخر خیلی بامزه است چون برای خودم خیلی پیش اومده که مریض اومده کنار من وایساده میگه ببین دستگاه چی میگه، یا وقتی که داره گزارش و اون پیرین مخصوصا وقتی چاپی باشه میخونه میگه خب دستگاه چی نوشته اینو، و فکر میکنه تمام کار رو داره اون دستگاه انجام میده، در صورتی که دستگاه فقط داره تصویر رو میگیره و حتی اون هم زیر نظر من کارشناس هستش که چه پروتکلی رو با چه شرایطی، با چه دوزی و با چه هدفی بخوام به اون بیمار بدم این اشعه رو و اونو تنظیمش بکنم. و تشخیص هم کار اون پزشک رادیولوژیسته، یعنی کار ذهن انسانه. و هرچند که هوش مصنوعی امروز داره انقدر پیشرفت میکنه، اما به نظر من بازم نمیتونه جای یک رادیولوژیست حرفه‌ای و کاربلد رو هیچ وقت بگیر. اگه خوشت اومده لایک کن تا الگوریتم یوتیوب ویدیوهای بعدی رو بتونه بهت نشون بده. و اگه میخوای محتوای بیشتری رو در مورد رادیولوژی، بیماری ها و پشت صحنه تصاویر پزشکی بدونی، سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. خداحافظ.